همین در درآمدگاهی بینای سازمان ملل متحد در وینا یک مجسمه زیبا هست که 4 نفر، هیکل 4 نفر از 4 طرف نوشته است که 4 بزرگ تمدن جهانی، 4 پدری علم و تمدن معاصر. شما باور میکنید که هر 4ش تاجیک. جهانی ها میگذارن از نزد این بینا میگن این 4 تاجیک آورده شنونده، میگه 4 پدری تمدن جهانی. این از یک سو اول ابن سینا در پیش، پدری طب معاصر، کسی که علم طب به نظام به علم تبدیل کرده است، کسی که 900 سال اروپا از کتاب قانون طب سینا علم طب آموخت، کسی که نظام طب امروز آفریده است و امی حاضرم در تمام جهان در کجایی که یک نفر با طب سینا با همین طب معاصر تبابت میشه، همین سهم مردم تاجیک در نجات بشر است. دوم از طرف راست مونده است ابو ریحان بیرونی. بیرونی پدر جغرافیا، کسی که اولین بار زمین را اندازه گیری کرد، کسی که اولین بار قطر یا رادیوس زمین چین کرده در عصر نو. علم گئوگرافی آفریده است با همون کره زمین در دستش، در نزد سازمان ملل هیکلش. پدر جغرافیا. از طرف چپ زکریای رازی، طبیبی بزرگ، پدر علم شیمیا یا کیمیا. و زکریای رازی چرا بسیار مهم است؟ چون که 2 چیز را اختراع کرده است که تمام رشد بشر در پایه همون است. یکم میگفت اکسیر، یعنی اکسیر به معنای از یک ماده تولید کردن ماده دیگر، علم شیمیا. یعنی تمام محیط نگاه کنه شیمیا است، یعنی میکروفون پلاستیک است، این هیچ است، تمام همین محیط، تمام صنایع نفت، گاز، این آلومینی، همش در اساس علم شیمیا. این سهم یک تاجیک است در تمدن جهانی. و دوم اختراع کرده است سپیرت، الکل، یعنی از ترکیب محصولات گرفتنی الکلی تازه، نامش تقطیر، یعنی قطره‌ای گرفتن. همین 2 چیزی که زکریای رازی اختراع کرد امروز پایه علم و تمدن معاصر جهان است. و یک سهم دیگری زکریای رازی این است که اولین بار بیمارستان اختراع کرده است. و 4م عمر خیام. عمر خیام پدری وقت، پدری کلندر، پدری کیهان شناسی. من همین کلندری که این روز میگم 8 نوامبر، این عمر خیام با شاگرداش، با 80 نفر شاگرد در رصدخانه اصفهان کار کرده است که وقت چخیل اندازه گیری کنیم. ولی غرب طرف کلندر گریگوریانی نام داره، با ما از اوجا گرفته میگیریم. بنابراین عمر خیام ما چند رباعیش میدونیم، خیال میکنیم شاعر است. عمر خیام اصلا شاعر نیست، ستاره شناس، متمتیکی بزرگ تاجیک در وقت بیکاریش چند رباعی نوشته است. انا تصور کنید 4 کسی که پدری علم و تمدنی. چرا ما میگم تاجیک؟ چون که هر 4شون از حدود دولت سامانیان. سینا از بخارا، بیرونی از خوارزم، زکریای رازی از رای همی از تهران، از یک گوشه تهران است، و عمر خیام از نیشاپور. هر 4 دولتایی که در حدود، هر 4 شخصیتی که در حدود دولت سامانیان زندگی کرده، در حدود جغرافیش، گرچه خیام بعد سامانیان. خب انا سطح این ملت، اینا سابقه این ملت، اینا فرزندای ملت، اینا تمدن این ملت، انا معیار.